ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وكسی که یک مؤمن را ایماندار را قصداً بکشد. اذا بحث قاتل عمد، قاتل خطا نه، دید و دانستا اسلحه دارد برات مسلمان و تا آرا شهید کن، آرا دیمدن بهشت و تا جهنمی کن. متعمدن معنی همشین قصدن یایی یک برات را کشید. فجزاؤه جهنم، اولی سزای ایشین که سزای قرآن فرمانه فجزاؤه جهنم، ای قاتل سزا جهنمی. جهنم تنها کافی نہیں، قرآن فرمانه خالدن فیها، ابدالآباد ہمیشہ در جہنم ماند. ابدالآباد، حالانکہ فقط ابدالآباد ہمیشہ در جہنم مانتین فقط برای گناه شرک و کفرین، ولی اذا قاتل در اثر قباحت و زشتی و گناه، شدت گناهی که در قتل هست، قرآن فرمایند که فجزاؤه جهنم خالدن فیها، سزای جهنم همیشه همیشه قاتل در جهنمه. عده از مفسرین آیان تفسیر کنه مراد خالدن فیها یعنی مدت بسیار طولانی به انتها قاتل در جهنمه. پس اول جهنمین، دوم همیشه در جهنمین. و فرمایندی و غضب الله علیه، الله برای خشم گرفتا. چه اندازه برای یک انسان باعث حسرت و ندامت و ضرر و زیان، غضب الله علیه، الله خشم بگیرد بر قاتل، الله خشم گرفتا. خشمگینه بر قاتل که خشمگینه جوانا، الله سر قاتل که خشم گرفتا، الله الله خشم گرفت برای یک انسان تباهی در دنیا و آخرت. و همی قرآن فرمایید ولعنه و آره الله از رحمتان و دور کن. الله اکبر. یکی از همه کسانی که لعنت در مورد آیی و دور بودن از رحمتان و دور بودن از لقاء و عطا و بهشت الله قرآن به طور قطعی اعلان کن قاتل لعنه و قاتل الله لعنت کو، یعنی از رحمتان و دور کو آره آیت دوچار عذاب خدا بود. و اعد له عذابا عظیما، و برای تیاری کرد الله برای قاتل عذاب بزرگ. اعد له عذابا عظیما، عذاب بزرگ الله برای قاتل تیار کرد.